داوود سلطانزوی به تلویزیون آشنا مصاحبه داره. غرق نیشه 150 گرم نسوار داخل دهنش بر خانه ملت توهین میکنم. جناب رئیس، داوود سلطانزوی خائن ملی به لوی سارنولی معرفی نمیشه در این طالب. اگر من رئیس جمهور می بودم داوود سلطانزوی اعدام میکردم که پن میشد بر نسل مردم افغانستان. جناب رئیس، بر شما میگیم 280 میلیون دلار پول کرونا بود که وحید عمر 4.5 کیلو گندم برای ملت افغانستان توزیع کرد. 115 میلیون دلار آقای سلطانزوی نان خشک توزیع کرد که هر قرص نان خشک 850 افغانی سر ملت افغانستان افتید. جناب رئیس، پول دسترخوان از خانه ملت رد شد، اما متاسفانه شما میبینید که یک بوجی آرد 600 افغانی و یک پیپ روغن 200 افغانی ورزوات توزیع میشه. ما نیاز مبرم بالاتر در افغانستان داشتیم. نیروهای قوای مسلح ما سلاحی که با در دست داشته باشن ندارن. ما سلاح دوربیندار کار داریم. ما میتونستیم جان نیروهای قوای مسلح خود نجات بدیم، نه یک بوجی هاردی که از طرف شورای ملی رد شد اما متاسفانه که اونا توزیع میکنن. جناب رئیس، توطیع شورای امنیت شخص معیب بر علیه وکلا، توهین جناب آقای صالح بر خانه ملت، توهین گفته های بیبی گل بر خانه ملت و در ضمن آخر داوود سلطانزوی خودش یک خائن ملی. اگر من رئیس جمهور می بودم داوود سلطانزوی اعدام می کردم که پن می شد بر نسل مردم افغانستان که هر کس در قبال وطن خود و مال بیت المال خیانت کنه سزایش اعدام است. امروز داوود سلطانزوی به تلویزیون آشنا مصاحبه داره. غرق نیشه 150 گرم نسوار داخل دهنش بر خانه ملت توهین میکنه. جناب رئیس، اگر از هویت زی خانه ملت میتونید دفاع کنه، خب اگر نه دروازه خانه ملت بسته کن. کود 91 کود 92 و کود احتیاطی را اینا تا 2 سال خورده بر خانه ملت پاسخگو ندادن و فعلا هم اینا دزدی را اینا میکنه در ادارات، در بودجه تاییدی زور از وکلا میخواه و بر ملت میخواه وانمود کنه که وکلای شما دزد است. بناهن بیای ما بودجه زینا را تصویب نمی کنیم، در خانه ملت بسته میکنیم تا وزرا را معرفی نمی کنه، رئیس افغانستان بانک معرفی نمی کنه. حسینی صاحب اضافه وقت کنم. جناب رئیس، تا وزرا معرفی نمیشه، رئیس افغانستان بانک معرفی نمیشه، داوود سلطانزوی خائن ملی به لوی سارنولی معرفی نمیشه، در این تالار بسته کنیم و از لوی سارنوال افغانستان یکی از چیره‌های ملی ایره بخوایم بیا قانون بر ما تصریح کنه که آیا ما صلاحیت داریم که دزد خائن ملی ما به لوی سارنولی معرفی کنیم. یک روزنامه صلاحیت داره که دزد خائن به لوی سارنولی معرفی کنه. ملت افغانستان 250 وکیل صلاحیت نداره که یک دزد معرفی کنه به لوی سارنولی. و از قاضی‌القضات افغانستان که ما 10 سال پیش هم سفر حج ما بوده و او را ما پدر معنوی گفتیم، از او خواهش میکنم که هیچ وقت قانون با طرف ریاست جمهوری تشریع او کار نکنه. آنچه قانون است، ما در پرتو قانون میخوای زندگی کنیم. بنابراین جناب رئیس، اگر همین حکومت اینا 250 وکیل است که هر وکیل از اینا 200 نفر حقیقی داشته باشه 50,000 نفر میشه، اینا 50,000 نفر دشمن میخوای بر خود جور کنه. من متاسف هستم بر رئیس جمهور با این مشاورین احمق زی که نمیتونه. محترم بلقیس روشن.